روی جهل جاهلیه یه بیسوادیه. میگه ابو حنیفه را این قریبه هم کنده کنید همه مردک بود ما مردکی. میگه کده او هم مردک بود ما مردکی. ایره حق نداری برادری عزیز. تو مردک تو اولی برای او مردک شیدنی تو اولی میدونی چقدر راه ها را طی کردن در کار. تو خاک پای ابو حنیفه نمیشه. اون مردک تمام هستی و تمام وجودش در خدمت دین بخشیدگیه. حتی ای پشت دین کشتش نابود شد رفت. ای پشت دین کشتنش. تصور کنید که وقتی خلیفه منصور گفتش که ابو حنیفه بیا قاضی شو، بیا قاضیگی را میتونم. گفت نه. گفت چرا نمیگیری؟ گفت که من نمیتونم قاضیگی را بگیرم. گفت دروغ میگویی. گفت خیلی انا باز بهترین دلیل شد وقتی قاضی دروغگو باشه چرا باید قاضی میکنی؟ گپش قبول نکرد. رفت زندانش کردن. در زندان زهرش دادن. برای چی؟ برای قاضی نمیشود. تصور کن. برای قاضی نشدن مردک ای مسئولیتی که اینجا حکم صادر میشود. من حکم یک آدم میبرم. یک مبادا یک اشتباه خطای کمبود نکنم حالی آدم چی میشود؟ انمی خلیفه منصور برادر عزیز میگه یک بار ابو حنیفه را فیراد کرد. خیلی میدید شهرت او را دیده بود، علمی او را دیده بود. وقتی که او را دید میگه گفتش ابو حنیفه میگن یک کلمه که دراز که طرفش گوه همیره تبرکنه دستی خده همیره تازه کود همی بالا که استالی کاری مدامون مقصد ای دست شما بزرگوار تبرک کرد. میگه گرفت تیز کرد خش روه کده انا در دستی پاچا دادش. پاچا گرفت گفت بسیار تشکر زیاد مقصد رحمه. گفت من گفت یک کاری دیگرش مونده. بتیم گفت با گرفتش شکستش. گفت چی کارش کردی؟ گفت امرت واجب بود امرت اجرا کن. لیکن گفت این قلم در بالای ستاری کاری تو باشه یک مبادای تو به همه قلم ما یگان حکم یگان آدم صادر کنی به طریق جبر باشه ظلم باشه ما در همه کاری تو یاردمچی حساب میکنم برای همین شکستمش. با قلم تیز کدگی ما تو وقتی می نویسی من خدمت گناهگار حساب میکنم. کی میتونه همین کارو را کرده برادران؟ یا که ای تقواهاش ولی ایره علمی ایره تو نگاه کن. ایره استدلال استنباداش هم مثال در کتاب های فقه نگاه کن. به خدا لذت میبری. همین امام شافعی همین قدر بگیم امام کلان همین قدر شخصیتی بسیار معروف عالم میگه ما در علم فقه نانریزه های دسترخوان ابو حنیفه را میخوریم. امام شافعی نانریزه های دسترخوان ابو حنیفه را میخوریم. همین امام شافعی میگه که امام مالک گفتن حضرت همین امام مالک شما ابو حنیفه را دیدین؟ گفت دیدم. گفت چه خیلی آدم بدم؟ گفت اگر نمی یک ستون ای چو باشه بگه که نمی تیلا اثباتش میکنه. همین چوی را بگه تیلا بودن هم را اثبات میکنه. این کس همین هم در حیات برادر عزیز بسیار تهمت ها کرده گیم. نمی خیلی که امروز سنگش میزنن
اینا امروز بسیاری همین بگیم همین جهل جاهلی همین کودکای امروزه برآمدگی که ابو حنیفه مقصد انا از قیاس گپ میزد ای رایش گپ میزد یعنی مسئلهاش همه مسئله های عقلی بود ای آیت ای حدیث نمیگرفت هم خیلی همین حضرت هم قطعی حضرت یولی انا امام اوزاعی قطعی بحث داره ایرا حتی همین خیلی با اونها بردن بحث کرد که حتی گفتش که تو حضرت چکار میکنی میگنی انا خیلی بعضی بحثا دارد در بابی همین برداشتن دست مثال ترک رفع یده ایده بحثا قطعی امام اوزاعی دارد چخیل بحثای زیبا کردگی قطعی همونا و با نبیره پیامبرم بحث دارد که وقتی دیدش گفتش ابو حنیفه انا شما این گفت بله او چرا سخنای بابای من موندگی تو با عقلی خود کار میکنی او چی با عقلی خود مسئله را انا استخراج میکنی گفت نه گفت برادر از این گفت گفت در حق من تهمت ای گفت این گفت را گفت در حق ما نزنیم گفت بعد شش قطعی شد بعد در همین مسئله که بود مقصد بحث و مناظره شد اخیر خیست همین نبیره پیامبر پیشانش بوسه کرد او به خدا قسم بر من گو نادرست رسانیدم برای من خطا رسانیدم یک چند مسئله رو آورده گفت همین مسئله اگر بگیریم یک مسئله شد گفت بابای تو گفتگیه که محصد در بالای موزه بکش گفت بله گفت اگر من با عقل کار میکردم با عقل آخی بالای موزه دا چی در کار ماست من میگفتم تا دا آخی زیر و بینماز تا میشود من گفتم تای موزه دا ماست کشید یکی بابای تو گفتگیه که بالای موزه دا ماست بکشید من مردم گفتم بالای موزه دا بست کشید همینجا عقل گرایی من در کجاه اگر من با عقل کار میکنم میکنم تای موزه دا بکش زیرا همه وقت همون چیر که مثال بینمازی در تای موزه در بالای موزه چی کار میکنن بعد گفت یک مسئله دیگر میگم آیا گفت مسئله همین انا حکم پیشاب نجیستره یا آب منی بعد گفت که البته پیشاب حکمش نجیستره یعنی آب منی اگر از مردک جدا شود در لباسشان که بزنن خاک هم که شود فقیه های ما میگن مثلا را تازهش میکنی نماز خوندن میگیری اثرش هم که اونا بی نماز نمیکنن یکی پیشاب وقتی میزنن بی نماز میکنن بعد گفت حکم کدامش مقصد بالاتره کامش نجیستره گفت پیشاب و اگر من با عقل کار میکنم میگفتم کسی پیشاب میکنم غسل کنم یکی کسی اگر آبش میبروید همون طهارت کنه میشود برای این آبها فرق میکند گفت آب منی مقصد نجیس نیست یکی پیشاب ناپاکه گفت بعد میگه جوش بلند شد و بوسش کرد گفت بخشش که مثال در حق شما تهمت کردم